سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. موضوع امروزمون الگوهای برگشتی، الگوهای کندلی داراویز و چکش هستش. امروز با مبحث الگوهای برگشتی در خدمتتون هستیم. الگوهای برگشتی الگوهایی هستن که تغییر روند رو به ما نشون میدن. یعنی زمانی که روند نزولیه، با دیدن اون کندل باعث تغییر جهت روند از روند نزولی به روند صعودی، و زمانی که روند ما صعودیه، با دیدن اون کندل مثلا تغییر جهت روند صعودی به روند نزولی رو به ما نشون میدن. خب بریم سراغ کندل چکش. هنگامی که توی یک روند نزولی ما با کندل چکش روبرو میشیم که به این شکل هست، نشونه تموم شدن یک روند نزولی رو میبینیم که میتونیم بعد از اون وارد موقعیت خرید بشیم و از اون جریان صعودی صعود کنیم. برای اینکه شما بتونید یه تاییدیه از کندل چکش بگیرید، 3 شرط رو باید رعایت کنید. شرط اول، بدنه اصلی کندل باید در بالاترین نقطه کندل باشه و شادو اون کندل رو به پایین باشه. شرط دوم، شادو پایینی حداقل باید 2 برابر بدنه اصلی باشه. و شرط سوم، از سمت بالای کندل هیچ سایه و شادویی نباید وجود داشته باشه. اگه باشه باید مثل این کندل شادوش خیلی ریز باشه و هر چقدر شادو پایینی رو به سمت پایین شادو بیشتری داشته باشه، اون کندل برای ما تاییدیه بهتری رو داره. و اینکه رنگ کندل سبز باشه یا قرمز زیاد تأثیر خاصی برای ما نداره. یعنی ما داریم که توی یک روند نزولی یک کندل چکش با رنگ قرمز هم میبینیم. سوال پیش میاد چرا شادو بلندتر باشه برای تایید گرفتن بهتره؟ زمانی که قیمت رو به پایین نفوذ کرده و برگشت رو به سمت بالا تثبیت میده، مشخص میکنه که قدرت خریدارها از فروشنده ها بیشتر بوده و باعث به وجود اومدن این شادو میشه. در مقابل اون الگوی داراویز رو داریم که برعکس حالا کندل چکش توی یک روند نزولی میدیدیم که با این کندل جهت روند عوض میشد و یک روند صعودی رو برای ما به وجود می آورد. تو کندل داراویز برعکسه، یعنی ما یک روند صعودی رو داریم، بعد دیدن کندل داراویز روند ما تغییر پیدا میکنه و روند ما نزولی میشه. دقیقا همون 3 شرطی که توی کندل چکش رعایت کردیم بعد برای کندل داراویز هم رعایت بشه. و اینکه رنگش قرمز باشه تاییدیه بهتریه. تو کندل چکش هم اگه رنگ کندل سبز باشه تاییدیه بهتریه. تو کندل داراویز اگه رنگ کندل قرمز باشه تاییدیه بهتری برای ورود کردن به معامله هست. امیدوارم استفاده کافی رو از ویدیو برده باشید. روز خوبی داشته باشید.